سلام، اینجا چنل آشپزی مهتاب پزه. بعد دیدن ویدیوهای بیشتر از چنلم رو سابسکرایب کنید. نخود رو از 48 ساعت قبل خیس کردم، آبش رو چند بار عوض کردم تا نخود شکفته بشه و جوانه بزنه. لوبیا سفید و لپه و گندم رو هم از چند ساعت قبل خیس کردم. اونا رو با آب و پیاز میذارم بپزه، بهش زردچوبه، دارچین و فلفل سیاه اضافه میکنم. سیب زمینی رو هم همراه گوشت به مواد اضافه میکنم و میذارم که بپزه. در انتهای مراحل پخت بهش نمک هم اضافه میکنم. وقتی که آب مواد کشیده شد و گوشت و نخود کاملا پخت، حرارت رو خاموش میکنیم و صبر میکنم تا مواد خنک بشه و بعد اون رو با گوشتکوب میکوبم. ترجیحاً از غذا ساز یا چرخ گوشت استفاده نکنید. از گوشتکوب دستی یا بلندر برای کوبیدنش استفاده کنید. اونقدر مواد رو میکوبیم تا یک گوشت کوبیده نرم داشته باشیم. وقتی گوشت کوبیدمون به این بافت نرم رسید، حالا وقتشه که باهاش شامی خوشمزه درست کنیم. قسمتی از خمیر رو جدا میکنم، بهش ادویه اضافه میکنم، فلفل و دارچین و زردچوبه و بهش تخم مرغ اضافه میکنم. تخم مرغ رو دونه دونه اضافه میکنم، هم میزنم. اگه دیدید موادتون شعله و نمیتونید باش کار کنید، تو دست فرم بدین، یکم آرد اضافه کنید. شامی ها رو گرد گرد با دست فرم میدیم و تو روغن داغ سرخش میکنیم. وقتی دو طرف شامی سرخ شد، شامی خوشمزه‌مون آماده است.